السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درود شريف اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا مولانا محمد وصلى الله عليه. المحامد الزكية لله عز وجل، والصلاة العاطرة المعطرة بمسك العود والعنبر على سيد الخلفاء سيد رجال التاريخ محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم بعد، يقول الله عز وجل في محكم تنزيله وعزيز كتابه: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون. الآية. صدق الله مولانا العظیم. آبادی میخانه زویرانی ماست. آبادی میخانه زویرانی ماست. جمعیت کفر ز پریشانی ماست. اسلام به ذات خویش ندارد عیبی. اسلام به ذات خویش ندارد عیبی. هر عیبی که هست در مسلمانی ماست. مسلمانی که داند رمز دین را، مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. مسلمان فاقه مست و جنده پوش است، ذکارش جبرئیل اندر خروش است. نخست از همه درود و تحیات خویش را خدمت همه حاضرین محترم و مکرم در تالار و ویژه اساتید بزرگوار، شخصیت‌های معظم فرهنگی کشور، ژورنالیست‌های محترم کشور، مسئولین نهادهای محترم رسانه‌ای، و خصوص جناب سپهر صاحب و جناب نجیب الله دقیق صاحب و همکارای عزیزشان که امروز جای افتخار است یک کانال به اسم کانال آزادگاه تأسیس میشه. بیشتر سخنرانی نمیکنیم چون همه بیشتر از ما آگاه هستند، اساتید ما هستند و با نگاه ارزش به همیشان میبینیم، چون بی‌ادبی هست بیشتر گفتن و سخنرانی در این مقام. البته یک نوید خوب است که یک بستر خوبی، یک مرکز اطلاعاتی خوبی در وطن ما تأسیس میشه که توسط جوانان متعهد با ادب با اخلاق، متعهد ورزش‌های دینی و میهنی کشور و کسانی که واقعا معنای ژورنالیست و مسلک مقدس ژورنالیسم را تعقیب میکنند. من چون بیشتر اینها را میشناسم، همیشه دیدم که زبان آزاد و گفتمان حقیقت بوده. امیدوار هستم که از این مرکز اطلاعاتی که اینک تأسیس شده، انشاءالله امیدوار هستیم که به کمک شما اساتید و بزرگواران محترم، ژورنالیست های مکرم کشور، این بخیر بیشتر توسعه پیدا کنه و مرکزی خدماتی و اطلاعاتی سر ارزش ها و روایات کار کنه که ریشه در فرهنگ های بومی و ارزش های دینی و میهنی وطن ما شده. چون در اواخر ما دیدیم که یوتیوب کانال های متعددی ایجاد شده، جای بسا افتخار است ازشون طبق ارزش ها کار میکنن، طبق آن روایاتی کار میکنن که برای نسل جوان ما شما، اجیال آینده یک مرکز اطلاعاتی خوبی باشه که اونا از این مستفید شوند و طبق ارزش های اینا خدمت کنند. ولی بسیار زیادی هست که خلاف ارزش ها کار میکنن، اما حیثیت رسالت ژورنالیسم و این فن و این مقام را از دست داده و سری نکات خیلی کوچک و که هیچ ریشه در ارزش ها و روایات فرهنگی دینی و تقدسات ما ندارد، فقط به خاطر یک مشعله و یک طریقی که از او یک چیزی درآمد داشته باشد. ولی الحمدلله من که اینجا میبینم اساتید خود را، بزرگوارای خود را، شخصیت های معظم فرهنگی کشور را، دکتر سبای معظم، پروفسور سبای عزیز، اینا کلشان به حمایت از یا طبق نظری از یا انشاءالله مرکزی ساخته شود که
از اینجا طبق ارزش‌های دینی، فرهنگی و میهنی و بومی ما شما یک مرکز خوب اطلاعاتی باشه. جای بسا افتخار است چون وقت کم است، اساتید محترم تشریف فرما هست. ما به صفت یک مسلمان و شهروند یک کشور اسلامی که خود را مسلمان می‌داریم، میگوییم و میپنداریم، باید همه آن ارزش‌ها و آن وراثتی که امروز به دوش جوانان و اساتید محترم ما است که ما نمایندگی از یک دین مقدس و از یک تمدن بزرگ اسلامی که در هر طرف و هر گوشه و کنار اگر ما چشم بپردازیم یا ببینیم، ارزش‌های بسیار زیادی، خدمات بسیار زیادی، دین است که بقای بشریت در این دین نهفته است. تاریخ را مطالعه کنیم، ارزش‌های خود را ببینیم، خدماتی که در دوره‌های اسلامی توسط اساتید و قادات علمای اسلامی و پروفسورایی که در سطح اسلام خدمت کردند در قله‌های بزرگ دنیا خدمات بشری و انسانی انجام دادند. و همیشه شعر را که خدمتتان خواندیم که اسلام به ذات خویش ندارد. اسلام بسیار یک دین بزرگ که امروز مسلمان‌ها مقاله یک وقت نوشته کرده بودم به زبان عربی، در مقاله بسیار بزرگ دنیا نشر شد. لماذا تراجعت هذه الامه عن الرياده؟ عنوان مقاله بود که چرا امت مسلمه و مسلمانان از پیشرفت، توسعه و از خدمات بشری و انسانی عقب نشین شدن؟ یک تاریخ بسیار بزرگی است. اینجا نکات است که اگر بحث کنیم حیایمان میگه که ما در کجا بودیم و کجا رسیدیم و این وقت چی حال هستیم و چی کار میکنیم و نمایندگی کدام دین را میکنیم. صحبت ها زیاد است. انشاءالله که جوانان عزیز ما توسط رهبری و قیادت سالمی اساتید و مسئولین محترم انشاءالله طرفی بروند که جامعه ما شما طرف رشد، توسعه، ببینیم خلاهای فرهنگی که در کشور هست مقایسه با دیگه کشورها بکنیم چقدر خلاهای داریم که باید اون خلاها تکمیل شود. بسیار میدانهایی است که امروز رجال را نیاز داره که شهسوارانه در اونجا خدمت بکنه. فضای خوب است. میتونیم که توسط همکاری دوستان و عزیزای خویش که این میدانها را شهسوارانه فتح کنیم تا جوانان آینده ما شما، نسل‌های جدیدی که به جامعه میآیند، ارزش‌های ما خوب انعکاس پیدا کنند و مستقر و جاگزین شود در اذهانی از ما و خوب نمایندگی کنه و خوب توسعه بدهد و امو مسلمانیت درست را نمایندگی بکنه که ما مسلمان و قوم مسلمان و از مذهب دین مقدس اسلام و ارزش‌های اسلامی و تمدن اسلامی، مفاخر اسلامی، ارزش‌های اسلامی خوب نمایندگی کنیم. ببخشید که صحبت‌ها به درازا کشید. از اساتید معزز محترم معذرت می‌خوایم. بازم جناب سپهر سیب عزیز که سخنرانی خوبی در قسمت ارزش مطبوعات امروزی و اهمیت و جایگاهشان در جهان کنونی و جناب دقیق سیب که در قسمت اهداف و اساسات مرکز و کانال یوتیوب آزادگاه سخنرانی خوبی کردن. بازم به شما و همکاران عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. انشاءالله که همه در خدمت شما دوش و دوش شما خواهد بود. آرزوی سلامتی به شما و اساتید محترم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. آزادگاه به واقعیتون رو هند آزادگاه، روایت آزاد، نگاه حرفه‌ای.